درود بر شما دوستان ارجمند. خیلی خوشحالم باز امروز یک شنبه است و همدیگر رو میبینیم و گفتگویی کوتاهی با هم داشته باشیم. باز سپاسگزاری میکنم از تمام دوستانی که اینجا هستن. امروز درباره جشن‌های ایرانی میخوایم گفتگو بکنیم که ببینیم که این جشن‌ها که پایه‌های بسیار نیرومندی میتونن باشن، در پایه‌های نیرومندی میتونن باشن برای فرهنگ ایرانی که بسیارشون ناشناخته مونده. امروز درباره اونها گفتگو بکنیم و ببینیم دلیل ناشناخته بودن اونها چی هست. جشن یکی از پایه‌های فرهنگ ایران. از واژه جشن از واژه یسن میاد، یسنا میاد که یسن میشه یعنی ستایش. ما در جشن‌ها میخوایم ستایش از زیبایی‌های آفرینش بکنیم، از چیزهایی که برای ما، برای انسان‌ها، برای جانوران، برای همه آفریده شده که ما بتونیم ازش استفاده بکنیم و این یک ستایش هست. جشن اصلا یسنا، واژه یسنا یعنی ستایش و جشن آفریدگار یا برای ما آفریده شده و میخوایم سپاسگزاری بکنیم. حالا ببینیم که چرا این جشن‌ها، چون در ایران نزدیک به 180 روز در سال مردم در جشن بودن، در جشن شادمانی بودن، چطور شد که این جشن‌ها همه فراموش شد و ما الان جشنی رو میگیریم در سال؟ جشن نوروز هست، شاید جشن مهرگان باشه و جشن یلدام هر از گاهی گرفته میشه، ولی جشن نوروز از همه مهمتر گرفته میشه. چرا نوروز پایدار موند و جشن‌های دیگری فراموش شدند؟ دلیل پایدار موندن جشن نوروز این بود که تاریخش روشن بود. یعنی میگفتن اول فروردین، 1 فروردین هر سال که با فصل عوض میشه، 1 فروردین ما این جشن میگیریم. بنابراین مردم در ذهنشون موند و هر سال در همین 1 فروردین هر سال جشن میگیرن به نام نوروز. میگن 14 روزم طول میکشه و طول میشه. بنابراین این ساده هست. چیزهایی که ساده نباشه، پیچیده باشه، از ذهن مردم میره. یکی از این پیچیدگی هایی که و دلیلی که جشن‌های دیگر فراموش شدند، همین پیچیدگی تاریخی زمان برگزاری این جشن‌ها بود. چرا این زمان برگزاری این جشن‌ها به فراموشی سپرده شد یا اصلا پیچیده شد؟ دلیلش اینه که در زمان پیش از اسلام گاهنامه رو به زبان عربی میگن تقویم، گاهنامه یا گاه شمار بهش میگن به زبان فارسی امروز. گاهنامه یک چیز دیگری بود و در پس از اسلام یک چیز دیگری شد. در پیش از اسلام ایرانیان، ماهای ایرانیان 30 روز بود، یعنی هر 30 روز بود و چون سال 335 روز هست، ماه آخرش 35 روز می گرفتن، یعنی 35 روز که بشه 335 روز. این هم روی دانش ستاره شناسی و اختر شناسی و تمام چیزا پای ریزی شده بود. ولی دشواری از اینجا آغاز شد که زمانی که تاریخ ایران عوض شد، یعنی تاریخ ایران عوض شد و در زمان این جلال الدین خوارزمشاه تاریخ ایران عوض شد. یعنی در اون زمان محاسبه‌ای که کردن ریاضیدانان اون زمان، به ویژه عمر خیام که درش واقعا بسیار سهیم بود و یک گاهنامه بسیار بسیار دقیقی درست کردن، این شد که هر ماه دیگه 30 روز
30 روز نبود. هر ماه 6 ماه اول شد 31 روز و 5 ماه بعدش شد 30 روز و ماه آخرش هم که اسفند باشه شد 29 روز. یعنی کبیسه و این چیزها به هر روی یک بار 29 روز بود یا 30 روز. این تاریخ ها عوض شد. حالا چیزی که در پیش از اسلام نبود هفته بود. ما هفته نداشتیم در پیش از اسلام، هفته نبود که بگن این هفته یا اون هفته یا یک شنبه دوشنبه سه‌شنبه، این چیزا نبود. روزها رو به نام ماها میشناختن، یعنی ماه و روزها رو اینطوری میشناختن. الان یک تقویمی هست از چیز گذشته در دست من هست، این تقویم کوچیکی هست. مثلا برای روزها رو من برای که شما یک ایده داشته باشید من اینو بخونم ببینم. من اینجا برای که روزها رو ببینید که چطوری هست. روزها مثلا بگیریم ما الان ماه تیر هستیم، ماه تیر هستیم. نخستین روز تیر که سه شنبه یکم بوده، هرچی بوده بهش میگن شهریور. چهارشنبه رو بهش میگن سپندار مست. پنجشنبه رو خرداد بهش میگن. آدینه رو امرداد میگن. اینا همینطور 30 روز این چیزا رو میگن دیگه. مثلا شنبه رو دی به آذر میگن، یک شنبه رو آذر میگن، دوشنبه رو آبان میگن، سه شنبه رو خورخیر میگن. همینطوری 30 روز از این چیزها میگن. بنابراین زمانی که در گذشته نام روز و نام ماه یکی میشده اینو بهش اینو جشن میگرفت. ولی ما دیگه امروز روزهای ما رو که نداریم، یعنی ما هفته داریم، 4 هفته داریم، بهش میگیم یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه تا آدینه و فلان. بنابراین روزی نداریم که با ماه یکی بشه. این بود که سردرگمی پیش اومد. سردرگمی هم که پیش بیاد مردم دیگه نمیدونن چه کار باید بکنن و اینها از یاد رفت و به این جهت بود که الان مثلا امروز ما جشن تیرگان داریم. تیرگان یا آبریزان بهش میگن، آبریزان داریم. این 10 تیر میخوره به این جشن. حالا چرا 10 تیر، چرا اول تیر نمیشیم؟ به خاطر همون ماه، روز و ماه یکی میشه. این مال گذشته بوده. ما امروز سردرگم شدیم. جشن تیر معمولا میرن کنار دریا مردم، یا کنار رودخانه، کنار آبی، کنار دریاچه که اونجا که آب باشه، و آبریزان بر رو هم دیگه آب میپاشن و بازی میکنن و سرگرم میشن و اینا. ما چندین بار این جشن برپا کردیم کنار دریا، خیلی هم خوش گذشت، یعنی خنده آوره. ولی این روزش نمیخوره. ما نمیدونیم چه روزی باید این جشن انجام بشه، جز که به تقویم اون گذشته نگاه بکنیم و ببینیم که این چه روزی میشه با ماش برابر بشه. اگر جشن نوروز باقی موند به خاطری که میگفتن اول یکم فروردین. حالا این یکم فروردین هم در زمان ساسانیان یا پیش از اون در 19 فروردین جشن میگرفتن، نه یکم فروردین. اشتباه. یعنی ببینید ما این گاهنامه‌ای که داریم روش خیلی کار شد پس از اسلام، یعنی در همون زمان، ولی خیلی کار شد وسیله ریاضیدانان ایرانی و به ویژه عمر خیام که ما به عنوان شاعر میشناسیمش، ولی یکی از بزرگترین ریاضیدانی که در جهان بوده. ایشون معادله 2 مشهوری رو ایشون کشف کرد و با محاسبه‌های زیادی دید که نه این 19 فروردینی که اونها جشن میگرفتن به عنوان اول فروردین، این باید 18 روز عقب بیاد، یعنی بشه اون. چرا باید 18 روز عقب بیاد؟ برای که جشن نوروز زمانی میذارن که شب و روز برابر میشه، کاملا برابر میشه. یعنی این جشن نوروز یعنی نخستین روز، اونم بهش گفتن نخستین روز بهار. بنابراین این ساده هست و
شد 1 فروردین. هر سال ما جشن میگیریم. خب معلومه دیگه 1 فروردین میاد، از مردم میرن جشن میگیرن. ولی روزهای جشنهای دیگری ما نمیدونیم کی روزش با چه روزی مطابقت میکنه. حالا این باید ما تقویم گذشته رو داشته باشیم. میگن خب اگر تقویم گذشته رو داشته باشید میدونید چه روزی با چه روزی است. چه دردی است. اینا تمام قراردادیه، یعنی چیزهایی که گذاشتن اگر این روز مطابق اون روز باشه، اون چیز باشه، اون تاریخ قراردادی و رابطه‌ای با زمان نداره، رابطه‌ای با اون تغییر فصل یا تغییر هوا، آب و هوا نداره که ما یه چیزی خاصی ویژه‌ای پیش نمیده که ما جشن بگیریم. اینه که امروز ما باید در این زمینه تجدید نظر کنیم، چون گاهنامه ما عوض شده. ما 4 هفته داریم، اون زمان هفته نبوده. اونها هر روزی رو با یک نامی میشناختن که ما امروز نمیشناسیم. ما یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه فلان. بنابراین ما این چیزامون عوض شد. اگر بخوایم به پیچیدگی گذشته بیایم، یعنی هر کدوم یه تقویم گذشته در تیبمون باشه، ببینیم چه روزی با چه روزی و ببینیم اون جشن بگیریم، این فکر میکنم عملی نباشه. از دیدگاه من عملی نباشه و سردرگمی پیش میاد و این موضوع پیش میاد که ما اون جشن رو ولشون میکنیم. همینطوری که الان داریم کرد. امروز جشن تیرگان هست، یعنی 11 تیر به اون یا 10 تیر به اون تقویم گاهنامه گذشته است. در صورتی که جشن تیرگان جشن تابستون هست. جشن تابستون. حالا زمانی که تابستون آغاز میشه هست که ما باید این جشن بگیریم. یعنی اون گرما میاد تا اینا مردم میرن آب میپاشن رو هم و جشن‌های دیگه هم همونطوری هست. تقریبا ما در حدود 60-70 تا جشن سالانه داریم. چون حالا غیر از اون جشن‌های 12 ماه که هر ماه یک جشن هست، جشن‌های دیگری هست که میشه تقریبا 60 یا 70 تا جشن اگر همشون با هم حساب بکنیم. برای نمونه ما جشن‌هایی داریم به نام گاهنبار. در آیین زرتشت جشن‌هایی هست به نام گاهنبار. این جشن‌ها هر کدامشون یک هدف دارن. نخستینشه برای که الان 5 روز طول میشه. هر جشنش 5 روز طول میکشه. 4 روزشه آماده میکنن خودشون برای این جشن و روز آخر جشن میگیرن. یعنی آمادگیش هم خودش یک بسیار باید درش کار کرد و آماده کرد برای خودش برای این جشن. بنابراین 5 روز 4 روز اول نخستشه آماده خودشون میکنن و روز پنجم جشن میگیرن. این جشن ها برای چی هست؟ جشن گاهنبار که خیلی هم مهمه در آیین زرتشت. جشن های گاهنبار مهم هستن. یعنی جشن برای ستایش از آفرینش چیزهایی که ما ازش استفاده میکنیم. برای نمونه نخستین گاهنبار گفتم 6 گاهنبار هست. 6 گاهنبار هست یعنی 6 جشن این ویژه هست که ربطی به ماه نداره، مثل گاهنامه ای نیست. این که جشن میگیریم که آسمان آفریده شد، در شکوه آفرینش آسمان که این آسمان آفریده شد. این جشن معمولاً میون 11 اردیبهشت شروع میشه تا 15 اردیبهشت. 11 اردیبهشت و 15. ولی تمام اینها با گاهنامه گذشته است. یعنی 11 اردیبهشت. حالا چرا 11 اردیبهشت، چرا 12 اردیبهشت، چرا 15 اردیبهشت، 13 اینا قراردادی است. 11 اردیبهشت تا 15 که ما بتونیم در شکوه آفرینش آسمان ستایش بکنیم. اولا این کاری رو که آفریدگار کرده، آسمان آفریده، ستایش این میشه. دومین گاهنبارش برای آفریده شدن آب هست که ستایش بکنیم به آفریدگار و در جشن بگیریم. البته با همه چی با خوشی و خوشگذرانی انجام میشه. این چیزا جشن میگیریم که آب آفریده شد. سومین گاهنبارش اینه که اون آفریدگار، اون که جشن آب، اون
دومین گاهنبار 11 تیر هست، همین 2-3 روز دیگه که تا 15 تیر پیش میره. بعد سومین گاهنبارش برای اینکه زمین آفریده شد، در شکوه زمین هست که باز جشن، یعنی هر چیزی که در این دنیا باشه یک بهانه‌ای هست برای جشن گرفتن میان ایرانیان. در فرهنگ ایرانی همه چی یک بهانه هست برای جشن گرفتن و پیوند مردم با همدیگه در شادی، چون ایرانیان میبایستی برای داشتن یک جامعه نیرومند به هم پیوسته باشن. این پیوستگی در شادی و خوشگذرانی از این چیزها بود، در شادی. سومین گاهنبار، جشن گاهنبارش برای پیدایش زمین، در شکوه پیدایش آفریده شدن زمین هست، کره زمین هست که از 26 شهریور، اونم به گاهنامه همونطوری گذشته، آغاز میشه و تا 30 شهریور به درازا میشه، یعنی 5 روز. ما همه اینا 5 روزه هست. چهارمین گاهنبارش در شکوه آفرینش گیاهان هست، برای که این گیاهان آفریده شده، سبزه و گل و خرم و چمن و فلان، اینها درش بربارش جشن میگیرن و در اون زمان هم اینا 5 روز هست. 5 روز میذارن، 4 روز خودشون آماده میکنن، روز پنجم جشن خیلی بزرگی هم هست. پنجمین گاهنبار میرسیم برای آفرینش، در شکوه آفرینش جانوران است که آفریدگار اهورامزدا جانوران آفریده، حیوانات و جانوران اینها رو آفریده و برای آفریده شدن این جانوران جشن می‌گرفتن ایرانی ها و درش بزن و بکوب، هر چیزی داشتن. و میرسیم این جشن برای جانوران هم از 16 دی شروع میشد و 5 روز بعدش تموم میشد. و ششمین گاهنبار و آخرین گاهنبارش برای آفرینش انسان ها بود که انسان ها آفریده شدند. یعنی انسان ها 365 روز پس از نوروز میگن آفریده شدند که پایان سال هست. یعنی 365 روز پایان سال، اون 5 روز پایان سال جشن برای آفرینش انسان ها میگرفتن، یعنی ما انسان ها میشه که اون زمان دیگه آفرینش تموم شد. با آفرینش انسان ها سیستم آفرینش تموم شد. این اصلا جشن هایی بود که در جوار اون جشن های سالانه، ماهانه میگه که هر کدام یک جشن داره که جشن های فروردینگان هست، جشن هایی هست اردیبهشتگان، یعنی هر ماهی دیگه، هر ماهی جشن خودش داره که 2-3 روز هم طول میکشه. میرن مردم مراسمی داره، این مراسمش هم ما باید باز ببینیم و بازنگری بکنیم. بنابراین چیزی که در این گفته کوتاه میخواستم بگم اینه که ما باید اگر بخوایم این جشن ها دوباره زنده بکنیم و بیاریمشون به سده 21 و در شرکت بکنیم، باید اینها رو مطابق گاهنامه امروز بکنیم. گاهنامه دیروز کاربرد برای امروز نداره. اگه بخوام گاهنامه دیروز یعنی دوران ساسانیان به کار ببریم، خب پس اینو بیاریمش در زمان خودمون و اصلا تمام تقویم و گاهنامه‌های خودمون، گاه شمارهای خودمون به اون صورت در بیاریم. اگر بخوایم به این صورت در بیاریم ما گیج میشیم، نمیدونیم چهارشنبه چی هست، پنجشنبه چی هست و آدینه چی باید باشه. آدینه چون نداریم ببینیم آقا این روز خرداد هست که با ماه خرداد یکی میشه یا تیر هست که با ماه تیر میشه، نمیدونیم چی. اینه که فراموششون میکنیم، اصلا میذاریشون کنار. بنابراین در آینده ایران اگر زمانی که فرهنگ خودش رو دوباره بازسازی کرد و خودش صاحب کشور خودش شد،
این جشن‌ها باید زنده بشه، چون اینا پایه و اساس فرهنگ ایران هست و این با زنده شدن اینه که ما بتونیم یک گاهنامه، یک گاهشمار خوبی و درستی که بتونیم انجامش بدیم براشون درست بکنیم. چون ببینید در این جهان هیچی مقدس نیست، هیچی مقدس نیست. مقدس که البته واژه مقدس در گاتایی که به وجود نمیده، ما پیشرونده داریم، واژه سپنتا پیشرونده است، ولی حالا من واژه مقدس به کار بردم چون شاید ایرانیان بهتر بفهمن. هیچ چیزی مقدس نیست جز اینکه در خدمت انسان‌ها بتونه بشونه و در خوشبختی و خوشبخت کردن انسان‌ها و جانوران و گیاهان شرکت بکنه. این فقط مقدس. ما اگر بتونیم این کارو بکنیم، این فرهنگ رو بیاریم که بتونیم در این راه به کارش بندازیم، اون زمان هست که ما در روند آیین زرتشت هستیم، یعنی پیش میریم. چون چیزهایی که گذشته و میخوایم در اون بمونیم، این یک روحیه اسلامی هست. شیوه اسلامی اینه که میگه هیچی نباید عوض بشه، میگه همونطوری که 1400 سال پیش لباس میکردین برید حالا باید بکنید، همونطوری که خوراک میخورید حالا باید همونم بخورید، این کارو بکردید اون کارم باید بکنید. هر شؤون زندگی ما که 1400 سال پیش در عربستان بوده امروز باید بکنید. یعنی کوچکترین تحول و تکاملی بهش میگه گناه، و این گناه هم تنبیه داره، هم در این دنیا هم در اون دنیا با آتش جهنم. بنابراین آیین زرتشت درست برعکس، اون میخواد ما جلو بریم و در روند تکاملی و رسایی که اهورامزدا این آورده، پنجمین فوزه اهورامزدا رسایی به سوی تکامل پیشرفت هست، ما در این شرکت بکنیم. و برای این شرکت بزرگترین چیزی که به ما داده، ابزاری که به ما داده، اندیشه ما هست. ما نباید این اندیشه رو منجمدش بکنیم و بذاریمش در یک قوطی بگیم چون اینجا نوشته در پیش 1400 سال پیش فلان کس همچی رو گفت پس ما اینطوری بکنیم. نه، ما اندیشه ما هست و این اندیشه ما ابزار پیشرفت ما هست. بنابراین ما اندیشه رو باید به کار بندازیم. خرد بزرگترین چیز برای ما خرد. خدای ما خدای خرد هست. ببینیم خرد چی میگه و این بتونیم این جشن‌ها رو دوباره سامان بهش بدیم، سامانی که به امروز ما بخوره و دوباره بتونیم در این جشن‌ها همه شرکت بکنیم و جهانیش بکنیم. مثلا این ما جشن‌ها برای زمستان، تابستان، بهار، تمام این چیزا هر ماهی داریم، هر ماه یک جشن داریم. این جشن که باعث همبستگی ما هست در شادی، در حمله، نه در خشم و آزار و فلان، در شادی هست که همونطور که جانوران هم گفتم، جانوران و گیاهان هم باید در شرکت بکنن. ما در شکوه جشن، در شکوه آفرینش گیاه داریم که باید همه گیاه بکارن در اون زمان، به درختها، به گلها به هم برسن که ما بتونیم یک سرزمین سبز و خرمی داشته باشیم. در شکوه آفرینش جانوران داریم، باید به همهشون برسیم. ما باید در اون روز خدمت بکنیم به جانوران، خوب ببینیم آیا خوب زندگی میکنن، خوب خوراک میخورن، تمام اینا رو باید بهشون رسیدگی بشه. این جشنه برای ما و ما باید اینا رو بتونیم زنده بکنیم. این گفته کوتاهی بود که در این زمینه خواستم امروز بکنم و دربارش گفتگو بکنم. خیلی سپاسگزارم از همه دوستان و دیگه تا هفته آینده یا شاید زودتر به امید دیدار.